خب نن پرون مو ډایمنشن کې کار کړی و کنه دیروز ما در دایمنشن کار کردیم امروز کمی دیگه شام میخوانیم که بخیر از دایمنشن بیخی خلاص شویم سیز میریم در پلان در این پلان میں دی دا انوتیت میری دا انوتیت کامه دی اینم اینجا خود دایمنشن هستن مثلا دایمنشن ستایل چی رقم جور میکنه دا د اتوکیت سره لږ فرق لري ګور اتوکیت کې موږ یو سټایل جوړاو په یو ځکه ښه باندې زخر ده ګور اتوکیت کې موږ یو ځای کې کار کوو ټول هلته د ارک او د هر شي سټایل مو ورته ورکوو که نه فونت هر چیز ولی اینجا کمی متفاوت است او رقم است ولی کمی متفاوت است ببین چی رقم است اینجا که در دایمنشن بیاین دینامی لینیر دایمنشن تایپ که هستن این جدا باید بته برایشان جدا باید یک ستایل جور کنین مثلا نه اینجا میاین ما یکش جدا جدا چی میکنیم سیز اینمی را ما ایدیت میکنیم میشه ای را دوپلیکیت هم بکنیم که باید این دوپلیکیت میکنیم سیز ای را 4 میگیم 4 4 ایریال برایش میگیم اوکی میکنیم بیاین یک دایمنشن ما میگیریم این لینیر از اینجا تا اینجاست هر جایی که میگیره خیلی یا یکی نمی میگیریم سیز خیر سوتری میم هستن پسان ما چی میکنیم یک چند دانه میگیریم ایره و دیگه چیزایش خو ما تشریح کرده بودیم نه ضرور نیستن که دی اینجا تنه ویتنس لاین و ایگه پایش نه حالی را سلیکت کنین او که ما ایدیت کردیم 4 نوشته کردیم نه اینم اینجا اون او را سلیکت میکنی میایی حالی را ایدیت میکنی در ایدیت تایپ بیاین در ایدیت تایپ که آمده در این چیزا خو مشکل نداری نه این کمی او طرف میبریم باز هر یکی با ما معلوم لیدر تک مارک هستن حالی به 30 درجه هستن ایرو هستن نه ایرو به ما نشان میده اگر با 15 درجه میکنه او خوبتر به ما معلوم نمیشه نه نمی رقم پیل باکس برایش میگیم اونجا ببین اونجا پیل باکس میشه خب تغییرات آمد ولی اونجا خوب معلوم نمیشه دی لیدر چی هستن خرد هستن یا میشه ای را زوم کنیم یا کمی یک دایمنشن کلان بگیریم خوب هستن سایز در 4 بگیریم دینامی 4 یکی از این بگیریم که چی با ما معلوم شد اینمی ویچنس لاین و یک گپای دیگه ایش این را سلیکت کنید در ایدیت برین سیز حالی دیده برین که چی تغییرات میان سیز دایمنشن لاین اکستنشن هستن خب لاین اکستنشن اینمی لاین حالی او تغییر ما میاریم او برای معلوم میشه که آیا میاد اینمی یا نه مثلا ما 4 ما برایش میگیم این دایمنشن لاین اکستنشن تباش که خوب معلوم شد اینمی دایمنشن لاین ما سیز 4 ما برایش گفتیم از اینمی او طرف اکستند شد میبینی اینمی چیش این اکستند شد اینمی اکستند شد اگر ای را
صفر برایش ببین یا مثلا ما میگیم که این چی باشه ده میم اون طرف اکستند شود حالا ببین دیگه هم اکستند شد خب شاید یک جایی باشه که به این لین ضرورتی ما باشه میشه که این را صفر اگر بانین به خاطر که زیاد اندازه گذاری داریم که یکی دیگه تیل نشه و خوب هستن صحیح است این را صفر کنیم فلیپ دایمنشن نه اونجا خب ما دوپلیکیت کرده اونجا ما 3 میم که بود و 3 میم ما دوپلیکیت کردیم حالی خو صحیح سی در این ستایل هستن در این ستایل 4 میم که ما ایریال برایش نوشته کردیم نه اگر در این ستایل باشه در این ستایل کلش باز تغییر میشه صحیح فلیپ دایمنشن لاین اکستنشن هستن 3 میم این ما صفر میکنیم اونجا تغییر می هر چیزش دیده میتونین خب ویتنس لاین کنترل صحیح فلیپ دایمنشن حالی اونجا خوب معلوم نشد با ما که در چی تغییر آمد خب میشه باز پسان ببینیم این ویتنس لاین کنترل از فیکس تو دایمنشن لاین حالی این دایمنشن لاین که است که تی فیکس هستن نه اگر ما برایش بگویم گپ تو الیمنت گپ یعنی از اون نمو الیمنت که اندازه گرفته یک گپی چند داشته باشه ویتنس لاین گپ اینجا 2 میم است ببین ما این را چی میکنیم اپلای میکنیم تا اونجا میره و 2 خط که است خب اینمی خطا یعنی اون نظر که چه رقم میخواه اینجا خواه اپشن داره باز خودتان میشه که جور کنیم یکی هستن ویتنس لاین کنترل است خب اگر برایش بگویی که گپ تو الیمنت گپ چی معنی این فاصله از اینجا تا اینجا که هستن حالی 2 میم از چیزی که اندازه گرفتی دور هستن اگر میگی یکمی دورتر باشه نه ورته وای 15 میم لري اوس دلته ګوره ښه دا خپله لرې کېږي دلته کټ مټ د اټوکیټ غونتی دی ښه نو ټول سیټینګ یې چې دی د کیټ غونتی دی اوس ویټنس لاین ایکسټنشن دی دا ویټنس لاینونه دي ښه لږ چې روښانه سي ګوره دا ویټنس لاین دی دا ویټنس لاین دی مخکې موږ د ګپ اړه خبره وکړله چې ګپ هغه ایلیمنټ نه چې موږ یې اندازه اخلو که نه 15 میم ورته وایي اوس دلته چې دی دا ویټنس لاین ایکسټنشن دی دا دې نه څومره دې خواته راسي اوس به وګورو خپل هلته ښکاري هېڅ چې لږ هر تغییر راوړي په همدې صفحه کې درته ښکاري وینې دغه دې خواته لاړل یا که غواړې دا هم 15 میمه کې 15 میمه ورته ووایه نور هم دې خواته کېږي بل ویټنس لاین ټیک مارک دی موږ چې دلته اوس دا ایرو لرو که نه یا ځینو ځایونو کې ټیک مارک ورته ورکوو د ډایمنشن لاین لپاره کله داسې ټیک مارک وي که نه اوس دلته د ویټنس لاین لپاره هم که ته وغواړې چې دلته ټیک مارک ورکړي کولی سي چې هغه هم راوړي ویټنس لاین ټیک مارک دی دا آن که هر رقم چې غواړې ایرو غواړې اوس ایرو راوړه دلته به داسې ایریونه یک ایرو ته څه وایي تیره داسې یو غشی به درته جوړوي نو نظر تاسو خپله اړتیا چې څنګه وي هماغسې سیټینګ جوړوئ مخته ځي دې باندې خو پوهېدی که نه بل دی سنټر لاین سمبول دی اوس دلته نن دی ښه سنټر لاین زه که اوس دا آن کم سنټر لاین ګوره دا زه آن کوم مثلا زه ورته وایم ایم سنټر لاین اپلای که هر چیرې چې سنټر لاین دی هلته به سی ایل موږ ته لیکي سنټر لاین چې تا هغه راخیستی ډایمنشن اوس موږ سره دلته ډایمنشن مو نه دی راخیستی د سنټر لاین که نه زه اوس سنټر لاین ډایمنشن راخلم ډي آی 4 میم دا به باید راخیستی وي ښه اوس دلته انډیویژوال وال پیس سنټر به راخلم وال سنټر لاین ګوره دې سنټر نه تر دې سنټره پورې اوس که ته دا ډایمنشن راواخلې هلته خپله سی ایل لیکي سنټر لاین درته ښیي چې دا ډایمنشن کوم ځای نه تر کوم ځای پورې دی دا کېږي د کالمونو د ښودلو لپاره ډېره مرسته کوي چې یو خط اوسي که هېڅ هغه ډایمنشن هم سم نه ښکاري ته پوهېږې چې دا کوم ځای کې دی سنټر لاین د ښه ښودلو لپاره دی صحیح ده دا اوس سلیکټ که اوس د دې سنټر لاین دا به لږ دې خواته یوسو ښه په دې باندې خو وپوهېدی که نه چې سنټر لاین بل د سنټر لاین پیټرن دی
دغه سنټر لاین څنګه درته وښي اوس سولید لاین دی سولید لاین معنا ده چې هغه څنګه وصل او ټچ دی منقطع نه دی که منقطع نیستن اگر اینمی برایش اینمی الاینینگ لاین برایش میگه این نقطه نقطه میشه اینجا دیگه استایل هم هستن نه اینا میفهم چه رقم خوانده میشه خو یک استایل هستن اون برایش بگوین اونمو استایل میگیره نه میبینی با کدام زبان این الاینینگ لاین برایش بگوین خو اینمی استایلی اونمو سنتر لاین است از ویتنس لاینی که از سنتر لاین میگیری که چی رقم برایت نشان بده سیز سنتر لاین تک مارک هستن اگر دیفالت میمانی یا میخوایی که ایرو اینمی رقم ایرو 30 دیگری نشان برایت بده شاید او طرف به ما نشان بده خب سنتر لاین تک مارک است یکی دیگه چی میکنه باکس اینمی خب پیشم ایرو بود باز دیگه ایرو که ما انتخاب کردیم کمی معلوم نمیشد که نه که چی تغییرات آمد اینمی فیلد باکس تو یمی ما بگیرین اینمی رقم باز نشان برایت میده دیگه انتیریر تیک مارک دیسپلی هستن داینامیک و بایی نمیفهم که always show interior tick mark دیگه داینامیک منظور شاید ای باشه که always show هر وقت نشان بده داینامیک شاید یگان دفعه نشان بده یگان دفعه نه ولی اینجا ما چیزی ندیدیم که دایی چی رقم چی میشه چی رقم کار میکنه نفهمیدیم دسته interior tick mark هستن CMM او میشه او طرف باشه اینمی شاید باشه اینمی interior tick mark خو یگان چیزایش که هستن که ما نمیفهمیم ندیدیم اونمو رو میمانیم سایز باز میشه که خودتان ببینید اینمی مثلا interior tick mark اونجا یک چیزی به ما معلوم میشه ولی او قدر خوب نمیفهمه که interior tick mark داخلی تیک مارک هست که کجا هستن آدم نمیفهمه شاید یک آدم بفهم ولی ما نمیفهم خب اینجا هستن پیش میریم خود تا اینجا اینه بر رنگ میم رنگ شهر رقم که انتخاب میکنیم مثلا اینمی رنگ برایش انتخاب میکنیم از کلش اینه کلش ها کلش باز دایمنشن لاین سنپ دیستند سنپ خو میشناسه که دا دایم سنپ کنه اینمی تو که میری حالی دا دایم هستن اگر دا 20 میسازی در چقدر که میسازی اونمو با سنپ میشه مثلا ما دا 20 جور میکنیم اینمی سنپ میگه که چقدر نزدیک میشه اونمو سنپ شود پیش 10 بود حالی 20 بود حالی 20 شد نه اگر این دور کنی شاید از دورم چی کنه سلکت شود سنپ هستن دیگه ای پس ده میسازیم کمی باز کمی دورم باشه هر وقت چی میشه نه سنپ میشه خوب نیستن اینه ده خب میایم سر تکس ویت فاکتور هستن دیروز ما کتی گپ زده بودیم نه ضرور نیستن که پیش بریم اندرلاین هستن میفهمی ایتالیک مثل وری هستن بولد که بولد میکنی اینه تکس سایز هست ای 4 میکنیم نام ما 4 دادیم اینه میرم 4 میکنیم خب اپلای کنی کل فونت ما چی میشه کلان میشه تکست اپسیت هستن با این دیروز گپ زدیم نه ای دیگه ایش هم دیروز خوانده بودیم تکست کالر هم داره چی؟ تکست کالر تکست نه تکست کالر اینجا نیستن و از اینمی تکست بک‌گراند هستن که یکی اوپک برایش نشان میده یکی ترانسپیرنت و این خو میفهمی نه و دیگه یونیت فرمت هستن یونیت فرمت از یوز پراجکت سیتینگ یا برایش خودتان میگی برایشان که نه از پروژه یک خو یونیت هست که از پروژه ما چی میکنه که آلیم یوز پراجکت سیتینگ ما برایش چی کردیم اگر خودتان دیگه یونیت برایش میتی اون میشه که دایی دایمنشن باز اونمو یونیت بگیره مثلا از پراجکت یوز نمیکنی میخوای متر شوه این اپلای میکنی
باز دایی خود دایمنشن که هستن اینمی که متر هستن باز خودش متر میگیره دیگه ضرور نیستن که چی شد خود در تکست بدیم نه اگر alternate unit باشه که کجا نوشته کنه ولی alternate unit هست در رایت نوشته میکنه نه اگر برایش نان بگوین اونمو 5 متر که هست میبینی 4 این برایش اپلای کنیش نمیگه alternate unit برای اگر alternate باشه اون چی میشه alternate unit فرمت متر هستن این اگر مثلا میلیمتر میکنی این متر بساز این دیگه که هستن خواه این را میلیمتر بساز یا یوز پراجکت که میلیمتر شود نه این متر شود این برایش بگو که در رایت به ما نشان بتنی اپلای کنین این اینجا برای نشان میته این باز راوند اپ کرده اگر دسیملش آن کنی باز او برای نشان میته مثلا 3590 است اونمو 4 نشان داده مترش تا اینجا خب مشکل نداریم خب alternate unit format method alternate unit با prefix و suffix میپامی مثلا alternate unit prefix suffix ما مثلا متر میتیم و متر است باز ببینیش اپلایش کنی اونجا متر میاد اون نوشته شد 4 متر اگر در prefix برایش بته باز پیش رویش میانه در مختر از شو opening height دیروز ما برایت گفتم نه در دروازه که نشان بده در اینمی opening height دیگه نه اینمی حالی مثلا این دایمنشن است دایمنشن نمیگیریم 4 چی است این دروازه است دایمنشن نمیگیریم نه این هم بلندی نشان میته و هم چی نشان میته اگر او آن باشه اونمو افشن اگر آن باشه این پس ما به سیتینگ میریم اینمی را سلیکت کنین ایدیت تایپ اینمی الترنیت شوست کنیم که بیخی بیروبار انداخته این اپلای کنیم حالی اینمی آن هستن نی شو اوپنینگ هایت این دروازه هستن 1000 ویدش هستن 2100 هایتش هستن اون نشان میته با ما اگر او آپ کنی باز نشان نمیته باز تنها چی نشان میته بیا ویت خی او لوړوالی ایز درته نه خی دا اوس که اپلای که داسې درته ښه دا خو د لینیر دایمنشن په اړه باندې صحیح ده انګولر دایمنشن دی همداسې هغه کېږي ښه د زاویې لپاره د زاویې لپاره هم همدا خبرې دي مثلا یونټ فارمټ زاویه څنګه درته وښیي دلته کولی شئ چې تاسو نور هغه کړئ دا دومره مهم نه دی کټ مټ هلته چې و په لینیر دایمنشن کې انګولر کې هم دی یوازې مهم شی دی موږ ته سلوپ دی دا نور همداسې دی زه به همدې د سپاټ الیویشن په اړه به خبرې وکړو کوارډینیټ او دا درې واړه دا نور چې دی یو شی دی دا انجاز بالکل آنلاین نشي استعمال کولای څنګه په دایمنشن کې چې لاین پکې دی لکه اوتوکاد باندې یو اپشن لري دا لاین نه دا لاین نه دی خدا مو اوس تشریح کړه نه لاین په دې خو نه دا ایکستنشن لاین بیخي وړکای کده نه خو بیا نه لا دیوار نه وړکای کیږي دې چې کاش زیات کاش نه خو دلته هغه دی کنه دا درته اوس دا دی دا غپل غپ چې وکنه اوس دلته وګوره ته غواړې ویټنس لاین را نسی کنه ویټنس لاین دلته وګوره څه ویټنس لاین غپ ټو الیمنت اوس 15 مې مېغه نه لري دی صحیح ده زه دا غپ بیخي هغه کوم فکس لاین ورته ورکې اوس څومره 2.4 دی لکسي زه ورته هم چې لا سیمې ما ویټنس لاین داسې اوس دلته وګوره نشته اوس یو دایمنشن واخله د دیوال نه لیک معمولی شانتي تیر کار یا هم دومره راځي نه خو دلته چې دی اوس ښځه زه دایمنشن اینمی ببین سنتر لاین نمیگیریم وال پیس میگیریم از اینجا خب از اینجا تا اینجا بگیریم این هر جایی که میبری نزدیک باشه نزدیک دیوال باشه خو نزدیک میشه خو اینمی کلش نزدیک میکنی
این دو آپشن داره. خب یک هستن پیکس برایش میتی که اینجا پیکس دیستنس ما برایش گفتیم. یک گپ هستن. خب چقدر نزدیک میخوایی؟ 5 بس از یا صفر نه صفر بتن. صفر که بتن بیخی نزدیک میشه که دیوار بیخی میچسبه نه. نه. این پیکس هستن. باید یک اندازه بدونی که دور شد. یک این اندازه بتن. این دو این صفر است. نه. Witness line up to element. این 2 بتن. 2 اپلای کنین، اوکی کنین، این 2 دور شد. یا کمی دور باشه خوب هستن. خب این همی خود ایرو هیت که هستن این که معلوم نشه و خیلی خوب میشه. خب ما به خاطر این رقم کردیم که شما بکنید. سایز. خب spot elevation type در این همی میاییم. سایز. در spot elevation type یک دانه بگیرش که اونجا تغییرات با ما معلوم شود. خب این میگیریم منفی 12 صد نه چی هستن؟ بیلو فرست فلور هستن. خب اینجا میایم این چیزی که در دیگه جای در خود لینیر دایمنشن که میخواندیم نه اونمو گپ هستن. این اگر میخوایی که اوپن باشه هیچ چی نباشه نه سولید نباشه اونمو رقم برای نشان میده. دیگه خب مشکل نداری نه یک گپ ساده هستن. مثلا فیلد میکنی این رقم فیلد میشه این طرفشم او طرفشم یک رقم میشه نه این رقم میمانیم. اگر این رقم هر رقم که شما میخوایی سایز آقا پرون درس خلاصه لیدر لاین وید هستن. اینجا اینمی لیدر لاین هستن نه حالی یک هستن با این وید خو میپامی که چقدر باشه چه رقم میشه. یک کمی کلان کنی ولی حالی خوب معلوم نمیشه نه که کلان شد یا نشد. خود چیش هستن دبلیش هستن. شاید یا ویتنس لاین ما چی باشه آب باشه ولی اینجا خوب فهمیده نمیشه ولی شاید در پرینت اونمو معلوم شود که درست شود نه ولی منظورش او هستن. دیگه کلر هستن رنگش چه رقم میخوای اینمی رقم رنگ برایش میتی اپلای کنین اینجا باز میه. خب سمبول هستن اینمی سمبول یک چه رقم میخوای سایز این اکستریور فیلد ما برایش میگیم بازی رقم میه. این خیلی خوبتر در نما در الیویشن که باشی باز از این استفاده کرده میتونی. خیلی خوب هستن نه اگر از او استفاده نمیکنی این کراس هیر هستن این تو کراس هیر میه. خب ما اینمیشه میگیریم بس. خب ویت در اینمی تکس چیزی که در چی خواندیم در لینیر دایمنشن در اونمو چیزا اینجا هستن دیگه هیچ فرقی نداره. سایز از این تیر میشن. دیگه کدام مشکل نداره. یعنی در این گرافیک که بیاین مثلا لیدر اوسو میکنین اوسو میشه هیچ اونمو چی که هستن لادر که هستن نه او چی میشه بیخی اوسو میشه. یکش دیگه شولدر هستن. خب شولدر اینمی رقم کنین باز خوب معلوم میشه. اگر میخوای شولدرش نبیاین اپلای کنین اون شولدرش هیچ نمیاد اونجا که قاط شده نه شولدرش. اگر میخوای که بیاین اون برش بگوین اون شولدرش میاد. دیگه اینجا دیسپلی الیویشن هستن. خب در اینمی دیسپلی الیویشن اگر ای برایش تاپ الیویشن اگر برایش بگوی باتم الیویشن اونجا 20 سانتی فاصله داریم نه این منفی 14 صد نشان میده. اگر برایش بگویی که تاپ الیویشن با ما نشان بده او تاپ الیویشن نشان میده. او نظر به خواست شما هستن هر رقم که میخواید. الیویشن چی قسم پیدا کنیم از خود اسلام از کدام اسلام هستن نه خود سایز اینه چی رقم پیدا در لیول 2 برین سایز ما در لیول 2 هستیم از اسلام سپات اینمی سپات الیویشن گرفتیم
3150 است. صحیح است. اگر حالی میخواهی که اینمی سلب زیرش برایت نشان بده، تاپ نه. صحیح است. این خود تاپ است. سقف نشان بده. این میشه اینا باتم الیویشن برایش بگوی 2950. صحیح است. اگر میگی هر دویش برایت نشان بده، اینا تاپ این باتم برایش بگوی. هر دو باز نشان میده. تکنیس ما میفهمیش ضرور نیستم که شما در چی برین، در سیکشن برین و یا میشه که باز اینمی سلب هم چی میشه خب تگ میشه خب بازو پسان میریم. ولی از اینمی سپات الیویشن شما میفهمی که اگر ای را آب کنی نه مثلا ای لادرش آب کنی اینمی رقم و ای استایلش اینمی رقم با خیلی خوب برای معلوم میشه که زیر چقدر است بالا چقدر است. سپات الیویشن خدایی خود کدام مشکل دیگه نداریم. دیگه سپات کوردینیت هستن. اینا کوردینیت ها بگیرین. این میشه اونم رقم ایدیت کنی خب اگر این رقم میخوایی او رقمی چی که بود باشی این رقم نشون بود چیزی که هستن خب رنگش اینمی رقم کنی. این دیگه چیزی که در چی میخواندیم در الیویشن اونم رقم است ولی یک چیزش فرق داره اینم اینجا include elevation است. اگر این را تک مارک کنین باز الیویشن هم در نشان میده برایتان. اون الیویشن هم چیزی که اسپات الیویشن نداشتیم اینم اینجا الیویشن برایت نشان داد. هم نارتینگ استینگ برایت نشان داد هم اونمو الیویشن برایت نشان داد. اگر کلش دایکا اگر بخوای و دیگه سیتینگش مثل که او داشتیم اونمو رقم هستن. دیگه چیزی فرق نداره. صحیح است. ای اگر نارتینگ استینگ دیگه چیز نوشته میکنی اونمو میتونی که نوشته کنی. صحیح است. خب دیگه پیش میریم. یک چی مانده سلوپ سپات کوردینیت اینمی را خوب گفتیم نه یک سلوپ هم میگیم باز کسی که میره و برسه سلوپ باز یکمی مهم هستن. با سلوپ که بیاین ما پیش از این که ما با او سلوپ بریم در لیول یک میریم یک رمپ جور میکنیم. این رمپ از لیول یک تا لیول 2 از اینجا یک رمپ جور میکنیم یک ساده رمپ جور خواه وزدل ترازه اینوتیت تا سپات اینمی سلوپا میگیریم. سایز این سلوپا سلوپ لري خو دا چې دی موږ اول منزل کې کنه دا هم دویم منزل پورې رسیدلی هغه ځای موږ ته سم نه ښکاري ځکه سم دلته هم بیا خیر دی اول منزل ته دی هلته ولې کېږي نه زه اوس این سلوپا چی شد خب سلوپ آوردیم ای را سلکت میکنیم حالا ای را ایدیت میکنیم. در سلوپ چی مهم هستن؟ این رقم سلوپ اگر نوشته کنین که 1000 مثلا ای در 83 امیم در 1000 میلیمتر هستن نه تقریبا 8% میان اما خبر موز کال یعنی از این خوب زود فهمیده نمیشه آدم نه یک چیز خوب نیستن. دیگه سیتینگ مثل دیگه وری هستن در لینیر دایمنشن و دیگه که خواندیم خب تنها اینمی یونیت فارمت هم میاییم اینمی را تشریح میکنیم په دې کې چې لاړ سئ اوس دلته یوز پروجیکټ سیټینګ د هغه د پروژې سیټینګ اگر با ریشیو برایش میگی یک نسبت چند میشه اینمی برایش بگوین اوکی کنین اپلای اون با ریشیو با ما نشان داد یعنی یک نسبت 12 هستن و خب اونمو یک نشان نمیده. اگر این رقم برایش بگوی که ریشیو
این رقمی مثلا 1 نسبت 12 باز این دیگه اپشن برایشان کنین عالمیه 1 نسبت خب و 1 نشان داد نه دویش باید نشان داد این ریشیو تو در پرسنتیج خب خواهی نه پرسنتیج ما میگیم که 1 نسبت 12 نشان بوده خب نه میبینیم که چه رقمش این ای 8% شد صحیح 8 هستن 8 یعنی اگر میخوای که فیصدی منجا بیاین و فیصدی نشان بتنید یونت سمبول ای فیصدی را آن کنین اپلای کنین اون نشان میده 8%. اگر بخوایی که ای را تباش چرا اونمو نسبت نمیه 1 نسبت ریشیو شد این نمیاله حالتا اگه سمبول اینو این 1 نسبت 12 میه بس از دیگه نی ای در سلوپ بود سپارتیلیویشن و هر چیز خلاص شد دیگه کار کنید